بسم الله الرحمن الرحیم. دستور عجیب سرپرست وزارت دفاع افغانستان به مسئولان امنیتی ننگرهار. اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی، به فرماندهان امنیتی ننگرهار صلاحیت راه اندازی عملیات را به گونه مستقلانه و بدون اجازه پایتخت واگذار کرد. با گزارش اسپوتنیک، اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی کشور، به فرماندهان نیروهای دفاعی و امنیتی ولایت ننگرهار دستور داده است که عملیات‌های نظامی را مستقلانه انجام دهند و در انتظار اوامر از کابل نباشند. سرپرست وزارت دفاع ملی همراه با جنرال اسکات میلر، فرمانده عمومی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان، و جنرال خوشحال سادات، معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله، روز گذشته به منظور بررسی وضعیت امنیتی ولایت ننگرهار وارد این ولایت شده بودند. اسدالله خالد در این سفر خطاب به فرماندهان نیروهای دفاعی و امنیتی ننگرهار گفته است که شما صلاحیت دارید تا عملیات‌های مستقل را راه اندازی نمایید بدون اینکه بیش از حد به هدایات و اوامر از کابل انتظار بکشید. رئیس شورای ولایتی و فرماندهان نیروهای دفاعی و امنیتی ننگرهار در دیدار با آقای خالد گزارش وضعیت امنیتی و فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در بعضی از ولسوالی‌های این ولایت را ارائه کردند. اسدالله خالد با اشاره به مسئولان امنیتی ننگرهار گفت وضعیت امنیتی در ولایت ننگرهار در حال بهتر شدن است، اما این بدان معنی نیست که شما اقدامات احتیاطی نداشته باشید. دشمن به خاطر امتیازگیری در پروسه صلح کوشش می‌نماید تا یک سلسله تهدیدات را در بعضی از نقاط کشور ایجاد نماید. وی تاکید کرد که لازم است تا به خاطر جلوگیری از تهدیدات دشمن آمادگی کامل داشته باشید. سرپرست وزارت دفاع ملی افزود اگرچه هماهنگی میان نیروهای دفاعی و امنیتی در ننگرهار نسبت به گذشته بهتر شده، اما باز هم باید روی هماهنگی بیشتر کار صورت گیرد، زیرا هماهنگی باعث می شود تا نیروهای دفاعی و امنیتی بتوانند در جهت از بین بردن پلان‌های گروهی تروریستی تصامیم بهتر اتخاذ نمایند و نگذارند تا آنها به اهداف شومشان نائل آیند. سرپرست وزارت دفاع ملی توجه به شهدا و زخمی‌های اردوی ملی را از اولویت‌های کاری خویش دانسته و به تمام فرماندهان نیروهای دفاعی و امنیتی دستور داد تا در حصه انتقال زخمی‌های نیروهای دفاعی و امنیتی از میدان‌های نبرد به مرکز صحی از تمامی امکانات استفاده نموده و پیکر شهدای نیروهای دفاعی و امنیتی را انتقال داده با تمام احترام به خانواده‌هایشان تسلیم نمایند. سپاس از اینکه با ما بودید.